دوستان گرامی سلام، امید که همه‌تان جور و صحتمند باشین. بازم میخوایم امروز یک ویدیو دیگر در خدمت شما از زراعت و باغداری تقدیم کنم که در فصل خزان و این موقع برداشت حاصلات بیشتر. دیگه مو قصد امروز لبلبو رو بکنی یا یک اصلاح عادی ما شما چاغنده رو بکنی. میخوایم که تجربه خود در این سم با شما شریک کنم که چگونه چاغنده که مو کشت کردی چگونه حاصل داده. شما کلیپ های قبلی دیدین که مو از کاشت از شما نشان دادم که مویر کاشته دی همراه با مولی سفید یک جای نشان دادم ویدیو را که در لینکش در بالا میلم شما میتونین که او رو باز مشاهده کنین ویدیو قبلی را. دیگه امروز موریم حاصلات از سیل نیم که چگونه حاصل داده ای. اینجا کمی کندن به می ردیف مو یعنی جویر کاشته بودیم تا دو سر در جویای سیب. دیگه شما سعی کن که چگونه حاصلات هستی. خب باش که من خوب کچهش بال کنم. یعنی چاغندر یا لبلبو کرمو بیشتر کسته باز از طرف سوپ همراه چای نوشیجانی در چای سوپ این درقیقا میگیری پاک می بعد از پاک کردن این جوش میدی مثل شلغم و زردک سابق او جوش میشد. این او جوش نی بعد از او دیگه این قچاقو ریزه ریزک ده و نوشیجانی دیگه حاصلات چه بد نبوده امسال. این دو نو درایی باز یک نوش این نوی سرخک شما میگنین و این نوی دیگه شی سفید شی. این نوی سفید شی دیگه کلگیش حاصلات خوب بوده دیگه کچه در بین زیاد دارن. این نوی دیگه شی هم سرخی هم خیلی کلان شده. این یک دانش دیگه یک فامیل خوب سه سوب بس. دیگه مو بر علاوه شلغم و زردک کچالو اکثرا باززی مولی سفید رم کشنی و مولی سرخک رم که در زمستان نگهداری میشه از سریره که در ویدیوی قبلیش نشون دادم. دیگه بعد از چاغندر رم کشنیم موری می طرف سیل نیم که دیگه حاصلاش چی رقم بوده و یک کم قد پدر جان کمک کنم که در کمدان ازی زله نشنم. سلام علیکم جان تجار کاکای بخیر قاد خوش بخیرین شکر. نوبت کندان چاغندره؟ نوبت کندان چاغندره. خب چطور حاصلات چه امسال چطوره؟ بعد نیه که کم داره شیفت شنده شده وقت شیشی باید خب یک دانه ای شنده شده. ای باید دور شندش نکم دیگه. دور شندهش نه یک دانه شندهش نه چونی روز زمان دو دانه سه دانه چهار دانه پتا بوده. این رقم آره این رقمه این یک دیگه پولش چسبیده هم دن بازیش زیادتره بازیش خوبه. نارم کدن نکدن هر کدامش بله بازیش نارم کدن نه نار نکدن این کدامش نار نکدن. این چاغندر سریع میگه دیگه. چاغندر سریعه یا چطور در مجموع حاصلش چه رقمه؟ خوبه؟ حاصلش خوبه. راضیه دیگه می خوب یک انسان هر قدر که مصرف کنی بس خوردهایش مال نمیدی. خب کلانایش میگیری پختنیانه باز گفتگاش کلان گسپندور میده دیگه. آره بازیش گسپندور میده چیزاش که گسپندور خیلی فایده داره. خب یعنی هایش هم خوب ناکنده هم خیلی کچم شده. اینی را دفعه بیکنو که سایل کنیم که چی رقم اینه یعنی چی سایل کنیم کلی بیش هم رقم شده دیگه دفعه بیش هم نیه بندان ازشون سایل کنیم که چی رقم شده. این که نسون خورتاشه این پالو یه هم که برشته به خاطر ازی برشته که دانیش هم رقم دانه نیه یک دانه اینجا خب یک دانه دیگه اینج پرتاو کردن دری چسبیده یک دانه خود ازیه میدانه چسبیده نزدیو کنه این به خاطر ازی به تخم زیاد پرتاو شده. تخم زیاد پرتاو کردن چسبیده
دو دانه ای دیگه. همین یک دانه کلان از این تقریبا چند کیلو میه؟ یک دانه کلانش 2 کیلو. 2 کیلو تا 8 کیلو میه. این خردای از دیگه خورده یا. آره. این یا که زیاد است دیگه این قسمت دیگه حاصل نمیده این رقم. این رقم اگر یک جایش نبازون کلیگیش یک جایش نه. چند دانه که 5 دانه 6 دانه در یک جای حاصل نمیده غیر 2 دانه شونه کم خوبتر دیگه. دیگه کل رزر ازش نه. یعنیش که 2 دانه در یک جای این باز خوب کلانش نه. 2 دانه در یک جای خوبتره. یک دیگه چسبیده جای دیگه تنگم کرده بس سر زوم خوب. یعنی یک دانه خورد که یک جای تنای این خوب شده. این تنایی بوده. یعنی فیل کنی 3-4 دانه در یک جای. این جنبه است باز رزر زنده. جنبه است رزر زنده. یکی 2 3 یم 4 5 یعنی 6 دانه. 6 دانه در یک توبه چیز نم دیگه سر زو 6 دانه یک دانه باید خیلی کلان باشه. آره. اینا یعنی کسی یک دانه این یک دانه یک زمین خراب هم خوب شد. خب بیشتر در نزدیکای سیو میو کشنیم در کجا کشنیم؟ این در جایی که سیو را میدی؟ در جای موشایی؟ در جای موشه. در جایی که سیو میدی که زمین هدر نره کم چیش نه همونجا کش میده سر جایی سیو دیگه که 2 حاصل بگیری. هم سیو ها بخوره هم فایده زیر هم تو بگیری که استفاده کنی. یا دیگه چیزایی هست که پالتو از یکی. یعنی زمین زیاد کار نداره دیگه. داخل جای هم موشه. ما در بین جای هم درش کش کنم. در این طرف دیگه هم کش کنم درش کش کنم. اینم بغلای جای چای سیو. بغلای جای چای سیو زود رو ماره. این کش کنم. این حاصل بده. این خوبه. خب دوستان و بینندگان عزیز شما دیدین که ما لبلبو را در داخل جای چایی که جای روی که آب بخشه سیب درخت سیب میرفت اونجا کشته کردیم. یعنی زمین هم زیاد کار نداشت. دمو زمینی که درخت های سیب آب میخورد دمو میتونستیم که لبلبو را به اون رقمی که شما دیدین ازش حاصل برداشت کنیم. امید که ویدیو مورد پسند شما خوبان واقع شده باشد. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. الله یار. روزتان خوش.